سلام هلیله‌های من، چطوری؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. بچه‌ها به ویدیو امروز من خوش اومدین. ویدیو امروز من یک موضوع خیلی پرطرفداره. اگر به ژانر ترسناک علاقه داری و کتابخون هستی، این ویدیو رو اصلا از دست نده. چرا؟ چون ویدیو امروزمون راجع به عجیب ترین کتاب‌های دنیاست. 2 تا از عجیب ترین کتاب‌های دنیا رو براتون انتخاب کردم و قراره راجع بهشون امروز حرف بزنم. اینکه این کتاب‌ها اصلا داستانشون چیه، تسخیر شدن و یا چیزایی که راجع بهشون میگن دروغه یا هر چیز دیگه. قبل اینکه بریم ویدیو رو شروع کنیم، چنل منو سابسکرایب، این ویدیو رو لایک کن و زنگوله کنارش هم بزن روی آل که هر وقت ویدیو میاد قبل از همه ازش با خبر بشی. آیدی اینستاگرام منم این بالا میاد، حتما اونجا منو فالو کن. بریم که این ویدیو رو داشته باشیم. توی قرن 13 توی کشور چک یک کشیش سوگنده خودش رو زیر پا میذاره. بچه‌ها توی اون زمان اگر کشیشی میومد و سوگندهای خودش رو زیر پا میذاشت، کلیسای اون زمان اون کشیش رو محکوم به مرگ میکردنش و اون کشیش باید میمرد. وقتی که سوگنده خودش رو این کشیش زیر پا میذاره که مرد رو اعدام میکنن، ولی نه به روش امروزی که یه طناب بندازن داخل گردنش. رسما اون مرد رو زنده به گور میکنن، یعنی دورش یه دیوار میکشن و اون مرد رو چندین مدت اونجا قرار میدن بدون آب و غذا و انقدر میذارن تا بمیره. زمانی که مرد میبینه هیچ راهی برای نجات خودش وجود نداره، مجبور میشه از اونا کلی التماس و طلب بخشش کنه. کلیسای اون زمانم ازش درخواست غیر ممکن میکنن و میگن اگر تو این درخواست غیر ممکن ما رو ممکن کنی و انجام بدی، ما تو رو میبخشیم. چه درخواستی ازش میکنن؟ بهش میگن اگه بتونی یه کتاب بنویسی که کل دانش بشریت داخل اون کتاب باشه، ما تو رو میبخشیم و بهت اجازه زندگی دوباره میدیم. مرد هم با کمال تعجب این درخواست رو قبول میکنه. اونا هم براش کلی کاغذ پوستی و جوهر میارن که شروع کنه به نوشتن. چند ساعت میگذره، چیزی به ذهن مرد نمیرسه. چند ساعت دیگه هم میگذره، کشیش قصه ما واقعا دیگه مغزش میپکه و میبینه دیگه واقعا چیزی به ذهنش نمیرسه. کشیش قصه ما در ازای روح خودش از لوسیفر، شیطان اعظم، درخواست میکنه که یک کتاب براش بنویسه که کل دانش بشریت داخلش باشه. روح خودش رو در ازای اون کتاب میفروشه. لوسیفر، شیطان اعظم، طی یک شب یک کتاب رو بهش مینویسه و تحویل میده. صبح که میشه، کل افراد کلیسا هم میرن پیش اون فرد تا ببینن تونسته اون کتاب رو بنویسه یا نه. بچه‌ها، کشیش و پدرای صومعه بعد از دیدن اون تصویر برگشون میریزه. اونا یک کتابی رو میبینن، یک کتاب 74 کیلوگرمی که 320 صفحه داره و از جنس چوبی، فلزی و از پوست گاو، یعنی یه جوری چرمی ساخته شده. اون کتاب 74 کیلوگرمی توش بخشی از انجیل، بخشی از علوم و نجوم و ستاره ها و کلی دانش در مورد سحر و جادو و اینجور چیزا نوشته شده و خیلی اطلاعات مفید دیگه. گویا این کشیش تونسته بوده یک کتابی رو که کل دانش بشریت توش هست رو بنویسه. قانوننامه گیگاس، همون انجیل شیطان که ما الان داریم راجبش حرف میزنیم، جزو معروفترین و عجیبترین کتاب‌های دنیا به شمار میره. این کتاب 74 کیلوگرمی که هر صفحش 50 سانتی متره، توی یکی از صفحاتش یه عکس خیلی به خصوصی از شیطان کشیده شده که خیلی ترسناکه و خیلی نظرات و انتقادات مردم رو طرف خودش جلب کرد. این عکس شیطان خیلی مرموز به نظر میرسه و جنس شورت این شیطان از این حیوانیه که واقعا نمیدونم اسمش چیه، انگار کشیده شده. و بچه‌ها، چیزی که از همه مهمتر و عجیبتر میکنه این کتابو اینه که دستخط این کتاب در کل همش یه جوره، اصلا انگار یه جوری تایپ شده و قشنگ مشخصه که هر کسی که این کتابو نوشته فقط یک نفر بوده. دانشمندا تخمین زدن که اگر کسی بخواد یه همچین کتابی رو بنویسه، باید 45 سال شبانه روز بدون وقفه بنویسه. یعنی چی؟ یعنی اون فردی که این کتابو نوشته یک بار هم حالش بد نشده و دستخطش تغییر نکرده، نرفته استراحت بکنه. این داستان خیلی عجیبه. قسمت‌های از این کتاب لکه‌های سیاه داره. چرا؟ چون این کتاب از پوست خر درست شده و اگر پوست خر رو جلوی نور خورشید قرار بدیم، یه جاهایش لکه میشه و قسمت‌ها و صفحه‌های از این کتاب که از پوست خر درست شده توی معرض نور مستقیم خورشید بوده و به خاطر همون لکه شده. در حال حاضر این کتاب توی استکهلم، توی کشور سوئد، توی یک موزه بین‌المللی نگهداری میشه.
کتاب شماره 2 27 جولای سال 1960 اتل ووینیچ نویسنده و موزیسین معروف فرانسوی به علت یک مرگ طبیعی فوت میکنه و اموال خودشو قبل اینکه بمیره همه رو میده به انهیل، دوست صمیمیش. انهیل با همه وسایل اتل یک کاری انجام میده، یه سریاشو اهدا میکنه، یه سریاشو نگه میداره، یه سریاشو میفروشه و بین این همه وسایل چشمش میخوره به یه دونه کتاب، یه کتاب خیلی عجیب غریب که این کتاب بچه عادی نبوده، چون از زمانی که انهیل اون کتاب پیدا کرده توی صندوق امانات بانک نگهداری میشده و زمانی که میره اون کتابو از صندوق امانات بانک تحویل میگیره، وقتی اون کتاب باز میکنه میبینه توی یه پوشه بوده. ان شروع میکنه به باز کردن اون کتاب، شروع میکنه به ورق زدنش، خیلی آروم و با احتیاط بازش میکنه، ولی خب هیچی از اون کتاب سر در نمیاره، نه از خطش، نه از عکسش، نه از هیچ چیز. بچه‌ها این کتاب از زمانی که شوهر اتل اون کتاب رو پیدا کرده بوده تا به الان جزو مرموزترین کتابایی که توی تاریخ کشف شده. خیلی از فیزیکدان‌ها، خط‌شناس‌ها و دانشمندان مختلف روی این کتاب کلی تحقیق و مطالعه کردن ولی هیچی دستگیرشون نشده. واقعا هم راست میگن، چون نه خطش چیزی که ما ازش بفهمیم، نه عکسایی که داخلشه. توی این کتاب کلی عکس راجع به صورت‌های فلکی، گیاهان عجیب غریبی که ما اصلا نمیشناسیم و به نظر میاد خواصشون کنارشون نوشته شده. و بچه‌ها این کتاب پر از عکس زنای لخت، یعنی عکس زنای لختی که توی یک دریاچه و یا رودخونه هستن که رنگ آبش سبزه و اصلا معلوم نیست راجب چیه. ویلفرید ووینیچ و همسرش اتل این کتاب رو در مدت 50 سال نگه می‌دارن، ولی انهیل در ازای یک مبلغ هنگفتی میفروشتش به یک کلکسیونر معروف به اسم کلاوس. کلاوس بعد از گذشته 8 سال سعی می‌کنه این کتاب رو بفروشه ولی متاسفانه موفق نمیشه. بعد از اون میبینه که این کتاب رو دستش مونده و داره باد میکنه، میبینه این کتاب رو نمیتونه به کسی بفروشه، بنابراین تصمیم میگیره توی سال 1969 هدیه میده به دانشگاه ییل. بعد از اینکه اون کتاب توی دانشگاه ییل قرار میگیره، زمانشناسا سعی میکنن اون رو کشف کنن و رمزنگاری کنن ولی موفق نمیشن، تا اینکه توی دهه 90 متن کتاب توی اینترنت در اختیار عموم قرار میگیره و از دهه 90 تا الان یک خطشناس موسوم مصری ادعا کرده که تونسته این کتاب رو رمزنگاری کنه، ولی خب متاسفانه موفق نشده و تا به امروز هیچ کسی نتونسته اون کتاب رو رمزنگاری کنه. حالا با این که ما اصلا نمیتونیم از نوشته و عکس‌های این کتاب سر در بیاریم و اینکه چه داستانی اصلا پشتش بوده، ولی خب این کتاب میشه فهمید که از پوست گاو ساخته شده و 600 سال قدمت داره و به احتمال خیلی 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 زیاد توی جنوب کشور آلمان یا ایتالیا نوشته شده. و اما رسیدیم به بخش تئوری، شیرین ترین قسمت این داستان. بچه‌ها من عاشق تئوری هستم که راجع به کتابا و یا هر چیز دیگه گفته میشه و به وجود اومده. راجع به این کتاب چند تا تئوری خفن براتون آوردم، جزو معروف ترین هاست و براتون تعریف میکنن و قضاوتش رو میذارم برای خودتون. تئوری اول، خیلی میگن که نویسنده این کتاب شوخیش گرفته و توی قرون وسطا میخواسته آیندگان رو اسکول کنه، یعنی برداری 240 صفحه کتاب بنویسه که همش چرت و پرت باشه. ولی خب به نظر من بچه‌ها این تئوری خیلی دور از ذهنه. آخه کی میاد 240 صفحه کتابو بنویسه، اونم همش چرت و پرت؟ بعدش هم دانشمندا برداشتن موقعی که داشتن این کتابو رمزگشایی میکردن متوجه شدن که این کتاب یک الگوریتم خاصی توی نوشته‌اش وجود داره، یک الگوی خاص وجود داره که قشنگ نشون میده این نوشته دارای یک زبان خاصه، ولی خب نتونستن رمزگشایی کنن و ازش سر در بیارن. تئوری سوم زیاد دور از ذهن نیست بچه‌ها. این نشون میده که این کتاب راجع به بهداشت زنانه. اونا برای اثبات این حرفشون میگن که چجوریه که کل کتاب پر از عکس زنای لخته و کنارشون راجع به زنا نوشته شده و یه قسمتیش هم راجع به اندام تناسلی زناست که نشون میده چجوری تولید مثل میکنن و اینجور چیزا. ولی خب چیزی که این تئوری رو رد میکنه و چرا این تئوری فکت نشده به خاطر اینه که یه قسمتی از این کتاب همونطور که گفتم راجع به نجوم و ستاره ها نوشته شده. آخه بهداشت زن‌ها چه ربطی داره به علوم و ستاره و اینجور چیزا؟ به خاطر همین این حرف یک تئوری میشه. تئوری آخر، خیلی معتقدن که این کتاب توی قرون وسطا از طرف فضایی‌ها برای ما اومده، یعنی فضایی‌ها اومدن روی زمین و این کتابو برای ما گذاشتن. چرا؟
چون 126 نوع گیاه توی این کتاب نوشته کشیده شده و ما حتی یه دونش هم ندیدیم. نمیتونه یک انسان انقدر خلاق باشه که 126 تا گیاه رو از خودش در بیاره و انقدر تمیز و با جزئیات کامل برای ما بکشه، مگر اینکه خودش قبلا اونا رو یه جایی دیده و یا میشناختشون و تونسته این همه رو با جزئیات بکشه. غیر از این واقعا با جور در نمیاد. دقتی که علوم و نجوم این کتاب داشته برای قرون وسطی حیرت آور بچه‌ها. یعنی کسی نمیتونه انقدر با جزئیات بکشه اون زمان که تلسکوپ و میکروسکوپ نبوده که و یا وسایل ماهواره‌ای نبوده که برن از اون بالا ببینن چه خبره. کسی نمیتونه منظومه شمسی و علوم و نجوم رو انقدر قشنگ توی کتاب رسم کنه مگر اینکه قبلا خودش اونو دیده باشه و یا از اونجا اومده باشه. بچه‌ها این کتاب همونطور که گفتم 600 سال قدمت داره، ولی با کتابایی که همسن خودش هستن اگر مقایسه کنیم متوجه میشیم که این کتاب ترتمیزتر و زنده تر نسبت به بقیه کتابایی که 600 سال قدمت دارن. این کتاب جلدش خیلی تمیز مونده و رنگ و جوهراش اصلا کمرنگ و یا تیره تر و کمرنگ تر نشده، طوری که انگار این کتاب توی ساختش اصلا از یه روش ناشناخته استفاده شده که ما نمیدونیم چجوری که 600 سال میذاره ولی هیچیش نمیشه. من خودم شخصا اگه یه ورق رو یه جا بذارم سال دیگه نگاه کنم اصلا رنگش کدر شده، فقط در عرض یه سال. خب بچه‌ها مرسی که تا آخر این ویدیو رو همراه من بودین. امیدوارم نهایت لذت رو برده باشین. همونطور که گفتم قبل اینکه این ویدیو تموم بشه ویدیو منو لایک، دکمه سابسکرایب رو بزنین و اون زنگوله بالا رو هم فعالش کنین. بذارید روی آل که قبل از همه شما متوجه ویدیوهای من بشین. آیدی اینستاگرام منم این بالا میاد، حتما فالو کنید و اینکه تا یه ویدیو دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.